خدا کنه اندازش بشه. سایزشه که نمیدونم ولی مدلش دقیقاً همونه. آره همون مدله. یه لحظه وایسا. رحمت، حکمت. چی کار میکنی؟ کجا میری آبجی؟ بیاین بالا میریم خونه. آبجی ببین آب گرم کن و ارزون پیدا. آب گرم کن و ول کن. بذارین عقب ماشین سوار شی. خیر باشه. داستان چیه؟ یه قضیه‌ای پیش اومده. چه قضیه‌ای؟ بچه گیلاس بچه دزدیده. چی؟ بچه دزدیده؟ داد نزن. سوار شین براتون تعریف کنم. آب گرم کن و بیا. مامان جون آب بخور. بهتر شدی؟ 8تون گروه 9تون نون ندارین بخورین. اون وقت بچه دارم شدین. توف احمقای بیشور. ای کاش بچه بهت میومد. مامان جون به من نگو مامان. بچه مال ما نیست به خدا. اگه واسه شما نیست واسه کیه؟ کیه؟ مال فکریه همسایمون. دختر تو دیوونه شدی ها؟ عقل نداری؟ واسه چی بچه این مردم رو بزرگ میکنی؟ مامان فیلیس خواهش کرد منم مجبور شدم قبول کنم. کنار ببینم تو آدمشو نیستی. بس من دیگه میرم. اوه آقا طوفان خان چون من اومدم داری میری؟ آخه این حرفا چیه مامان جون؟ به من نگو مامان. دیگه به من نگو مامان. هر وقت دختر منو عقد کرد یا زنت شد اون وقت میتونی به هم بگی مامان یا هر چی که دلت خواست. چشم. پس من رفتم. به امید دیدار. روز بخیر. خلاصه همین دیگه. بچه رو برداشته آورده خونه. این دختر دیوونه شده. بچه دزدی یعنی چی؟ من چه میدونم. رفتیم خونه از خودش بپرس. خب حالا چی میشه؟ باریش فکر خوبی کرد. رفتیم یه لباس نو خریدیم. تنش میکنیم میبریمش دیگه. من کار خاصی نکردم. سعی کردم منطقی فکر کنم. همین. های هاشم تو دیگه چقدر ساده. یه قفلی چیزی براش میذاشتی. خب آها 100% 400 500 تا میارزه. تلفن هوشمنده. این که چیزی نیست. فکری از تو خیلی هوشمندتره. دیر شدی امکان نداره بذارم بری مشته. مامان مگه من بچم؟ ولم کن. میگم دوستم منتظر دختر بیچاره زیر پاش علف سبز شد. نمیشه بری مشته. بیرون خیلی خطرناکه. روز روشن بچه ها رو میدوستم. بده به من. بده. خب مامانت حق داره عمو جون. این همه برات زحمت کشیده بزرگت کرده. چطور توقع داری بذاره بری بیرون گیر آدمای گرگ صفت بیافتی؟ وا به تو چه؟ تو ساکت باش. زشته. این چه حرفیه دخترم؟ منم یه جورایی بابات به حساب میام. دخترم چرا باز کنید؟ الان بابا رو نشونت میدم. میگم باز کنید. گوشیم جا مونده میخوام بردارم برم. درو باز کنید. گفتم درو باز کنید. گوشیت اینجا نیست. میگم درو باز کن. باید با چشمای خودم ببینم. زود باش ببینم. گفتیم که نیست. محل پر از پلیسه. یه جیغ بزنم میان میگیرن میبرنت. بابا میگم باز کنین دیگه. آقا مگه دادگاه نگفته نباید به خونه نزدیک بشی؟ این که زار تو زورت اینجاست. به قوانین احترام بذار آقا. ازت خواهش میکنم. الان وقت استراحتمه. حالا نشونت میدم. فکری نشونت میدم. بالاخره که پا تو از این خونه میذاری بیرون. به خونه نباید نزدیک بشم. نه به تو. اگه زبونتو از تو حلقت نکشیدم بیرون هاشم نیستم. درو باز کن. کی گفته من از تو میترسم مرتی که؟ اجازه بده. یه جون به اسرائیل بدهکارم. لازم باشه اونم تصفیه میکنم. نابیا برو پارک کنار مدرسه. اونجا منتظرم بشین تا 1 ساعت دیگه اونجا. آر کدوم عوضی؟ بیا بیرون همینجا به خدمتت برسم. باشه یه کاری نکن جلوی دخترت کتکت بزنم. برو پی کارت. 1 ساعت دیگه تو پارک باش. اونجا تصفیه حساب میکنیم. برو. خیلی خب باشه. 1 ساعت دیگه پارک کنار مدرسم. بیا بهت نشون بدم دنیا دست کیه. مرتی که بهت نشون میدم. میبینی. برو پی کارت. آقا فکری شما چیکار کردی؟ کاری که بس میکردم و کردم. آقا فکری بیچاره شدی دیگه. بابام نمیذاره نفس بکشی. آقا فکری میکشتت تو. اگه لازم باشه میمیرم. مطمئن باش میکشتت. پس من برای آخرین بار دست با برم. گفت کجا؟ 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 بورس؟
وای سرم. پسر هاشم، تو خیال کردی من دوم به تله میدم ها؟ نشونت میدم. الو خوب گوش کن، دختر دست منه. آره حالش فعلا خوبه. حالا تا یه ساعت دیگه 100,000 لیر میاری اونجایی که بهت میگم، وگرنه دخترتو نمیتونی ببینی. برو خدا به دخترم کاری نداشته باشی. باشه قول میدم پولی که گفتی رو جور کنم بیارم. باشه ببین، یه ساعت دیگه خیلی بی سر و صدا اون 100,000 لیر رو برمیداری میاری اون پارکی که نزدیک مدرسه است. گرفتی چی شو؟ ها وایستا بذار بهت بگم چه شکلیم. یه بلیز سفید تنمه با یه جلیسقه توسی رنگ، همچین یه خوردم بگینگی، همچین چاقم هستم، موهامم سفیده، چشمامم آبیه. تو منو ببینی میشناسی، فهمیدی؟ حالا میفهمی من کیم؟ آقا هاشم خان. کی اومده؟ یعنی کی اومده ها؟ های طولای دست درد نکنه. خواهش میکنم خوب شد اومدی. من و مامانم میخوایم بریم قهوه خونه طوفان. باشه کجا میری؟ نگفتیم بچه مال کیه؟ طولای شب بهت میگم داستانش خیلی طولانیه. امشب نامزدی عزلمیناست، داریم میریم قهوه خونه طوفان رو تزیین کنیم. تو هم باید بیای، نمیشه نیا. نه نمیتونم بیام. تو هم باید بیای، من صاحب مجلس به حساب میام، تو هم باید اونجا باشی. یعنی چی نمیام؟ طولای بچه مردم که اصلا هم نمیشناسمش بغلمه، موندم چی کار باید بکنم؟ بذار به کارم برسم بعد حرف میزنیم. باشه؟ همیشه حرف خودشه. بیا عزیزم بیا. این دیگه کیه؟ همه همین سوالو میپرسن. گیلاس خانم عقلشو از دست داده، رفته برامون خواهر پیدا کرده. مبارک باشه. بی خود کرده آورده، من اینو نمیخوام. گیلاس شون عزیزم، نمیخواد قصه بخوری، درستش میکنیم. ها خب دیگه تنش کنیم. فلیس اون لباسو بذار کنار، بگی بشین لطفا. تنش کنیم ورداریم ببریمش دیگه. نمیتونیم ببریم، پلیس 1000 تا سوال میپرسه. میگن این بچه رو کی پیدا کردین؟ کجا پیدا کردین؟ چه جوری پیدا کردین؟ پس کارمون تمومه. اینو میبرن زندان بچه ها، اینو که ببرن اسمتم میبرن. کارمون تمومه. من از پس این خانواده بر نیومدم، کم آوردم. میشه آروم باشی فلیس؟ میگم ردیفش میکنیم، نگران نباش دیگه. گیلاس تعریف کن ببینم این بچه رو چجوری آوردی؟ نه امکان نداره، بذارم برین آقا فکری، امکان نداره. شیما خانم جون ببینین الان مسئله غرور من در میونه، لطفاً اجازه بدین برم. ولی اون میکشتتون. هر کسی باید به سرنوشتی که براش رقم خورده راضی باشه. چی کار میشه کرد؟ چقدر شما شجاعی. با اجازتون شیما خانم جون حلالم کنین تو رو خدا. آقا فکری جون کجا؟ سر قرار وای رفت. باید یه نقشه بکشیم. یه کاغذ و قلم میارین؟ دارین؟ فکرت بدو یه دفتر بردار بیا. خوبه. حالا کوچه‌ای که بچه ازش دزدیده شده اینجاست. اسم کوچه چیه؟ کوچه شاک. کوچه شاک. نزدیکترین خیابون به این کوچه کدومه؟ اینجا خیابون ایستگاه. خب کوچه‌ای هست که این دوتا رو قطع کنه؟ آره اینجا کوچه زران. کوچه زران اینجاست. خونه شما کجاست؟ اینجاست. خب بچه برای اینکه بتونه بیاد اینجا باید از اینجا بیاد.
بیاد تو کوچه زران، بعدش از ایستگاه برسه به اینجا که بتونه برسه خونه شما. آره خب. یعنی اینکه خوب گوش کنی. فکرت تو از یکی از باج تلفن‌های کوچه شاکشاک به پلیس زنگ میزنی، میگی بچه رو ساعت حدودای 12 در حالی که داشت تنها راه میرفت دیدیش. ساعت حدودای 12 بود. یه دختر بچه رو دیدم داشت به تنهایی راه میرفت. یه لباس پرنسسی تنش بود. بعد یکی از مغازه‌دارای کوچه زران باید زنگ بزنه بگه حدودای ساعت 1 به بعد یه دختر بچه تنها رو دیده. باشه من میگم. نه من به مجده میگم بره به قصابیه بگه. آره آقا سینان میشه من یه زنگ بزنم؟ مگه اینجا مخابراته؟ باشه پس یادم باشه به مامانم بگم از یه جای دیگه گوش بخره. تویی دخترم؟ نفهمیدم تویی. بیا بزن. الو پلیس، میخواستم یه گزارش بدم. امروز بعد از 12 تو کوچه زرانی دختر بچه کوچیک دیدم داشت تنهایی راه میرفت. بعدش رحمت تو باید از یه باج تلفن دیگه زنگ بزنی. بله تو خیابون ایستگاه یه بچه مطلعی 3 ساله تنها بود. خب ما باید چی کار کنیم؟ ما کاری نمی کنیم. گیلاس وانمود میکنه بچه رو پیدا کرده میبره تحویل میده. به همین سادگی پرونده بسته میشه. برای چی نقاشی کشیدی؟ برای اینکه واضح تر باشه دیگه. آخرش که قرار گیلاس ببره بچه حالا کشیدیم دیگه. بگیر اینو تنش کن. بودو. خسته نباشی. وا حکمت امروز که تعطیلی برای چی اومدی؟ عاشق کارم چی کار کنم؟ با فکرت از اینجا رد می شدیم گفتم یه سری بزنم. چه کاری حکمت؟ آدما معمولا روز تعطیل میرن میگردن یه کاری میکنن. این کارتونا تازه رسیده؟ صبح الان جا به جاشون میکنم. نه نمیخواد ولش کن. مگه چیه؟ به دستم که نمیچسبه. عجله نیست ولش کن. کاری نداره دیگه میذارمش این. ولش کن لازم نیست. چیزی نیست. نمیخواد. حالا که اومدم بذاری کمکی بکنم دیگه. به حرفم گوش کن. کاری لازم نمیکنم. نیست. دستت چی شده؟ چیزی نشده. چیزی نشده یعنی چی؟ اینا چیه؟ چرا کبود شده؟ چیز خاصی نشده حکمت. کار آسمه. بریم کنار ببینم. فکرت هم تو برید کنار. فکرت میگم یا اینجا فکرت چی کار میکنی؟ چی کار میکنی؟ چیزی نیست داشتم اختلاط میکردم. چرت و پرت نگو. کتک کاری برای چیه؟ وایسا شما برین زود باشین. فکرت نمیتونی یکم آروم باشی ها؟ گفتم بکش کنار رد شیم. چی کار میکردم؟ فکرت بله داداش. تو لاک شدی پسر. مگه وقتی بگم برو کنار باید کتکشون بزنی؟ حکمت تو به برادرت برس. فردا باز همدیگه رو میبینیم. باشه را بیافت رمبو کوچولو. آدم شد تو رو خدا. صدا رو وقتی داشت نزدیک خونمون راه میرفتیم. نه یادت باشه که اسمشو نمیدونی. باشه دختر کوچولو رو دیدم که داشت راه میرفت. تنها بود. دختر کوچولو تنها بود و داشت گریه میکرد. خیلی گریه میکرد. منم دیدم ناراحته. یکم بهش شکلات دادم. خوبه خیلی خوب گفتی. بعدش پرسیدی از کسی کمک خواستی؟ آره از آدمای توی کوچه کمک خواستم. گفتم گوشیتون رو بدین باید فوراً به یه جایی زنگ بزنم. اما هیچ کس کمک نکرد. دوبله شده در استودیو. یا فکر کردن دروغ دارم میگم یا چون دیدن بچم بهم ندادن و هیچ کمکی نکردن. منم چند بار گفتم بگه که خونشون کجاست ولی فقط چند بار گفت شاک. منم فهمیدم که کدوم کوچه است و آوردمش اینجا. عالیه. تموم شد رفت. تموم شد رفت. آره تموم شد. آفرین به اسمت. ای بابا اگه بابای بچه به پلیس خبر داده باشه که بدبخت شدم.
اینا کیه؟ آقای محترم میشه کارت شناساییتون رو ببینم؟ لطفاً کارت شناساییتون رو نشون بدین. برای چی؟ شما کی هستین اصلا؟ پلیس. وقت تلف نکن، کارت شناساییتو بده. باشه یه لحظه. ایول دمشون گرم پلیس هست. حالا وقتی گرفتن انداختن چلوفتونی اون وقت میفهمی. ازت شکایت شده، باید با ما بیاین اداره پلیس. قضیه چی آقا؟ کی ازم شکایت کرده؟ ای بابا حتما یه اشتباهی شده. من کاری نکردم. خواهش میکنم. به جرم بچه دزدی و اخاذی تحت تعقیبی. آقا کدوم بچه؟ چی میگین شماها؟ اشتباه شده به خدا. من اخاذی نکردم. من روحم خبر نداره. کلانتری مشخص میشه. دیگه نمیتونی به این راحتی از دست پلیس خلاص بشی. باید حالا بری آبونک بخوری. ایول من خودم با این فکرم. به من میگن فکر خوش فکر. بچه‌ها چطوری؟ گوشی دارم، خریدارین یا نه؟ نگاه گوشی خیلی تمیزی ها. تو لازمه، مجبورم بفروشمش. حالا چند میدی؟ تو چند میخری؟ نه؟ این یکم زخیمه. عیب نداره، یه کارش میکنیم. وایسا بذار من ببینم. وایسا ببینم. یه بچه پتو پیچ شده بغل تو، اسمت هم بغل من. به نظرت عجیب نیست؟ پلیس هم آژیرش رو روشن کرده، همینجوری میچرخه. آیشه هم این کلانترا پشت پنجره است. این کارم باید بسپریم به رحمت. ها. تو کی اینقدر سنگین شدی پسر؟ اسمت حالت خوبه؟ دارم خفه میشم. برو تو الان تموم میشه. باشه قایم شو الان تموم میشه. برو. درو ببند. آخ خدا از هاشم راضی باشه. وای دست گلش درد نکنه. بکری هر وقت سراغتو میگیرم نیستی. زود باش بدهی که بهم داری رو بده ببینم. من پولم کجا بود؟ شنیدی؟ جیبم هم همه صدا رو میده. خودم الان دیدم یه دسته اسکناس گذاشتی تو جیبت. چی؟ تو جیبم کجاست؟ میگم خودم دیدم. اون چیه؟ وایسا ببینم. وای یواش، عینک گرگ حمله کردی به من. بره روز روشن دزدی میکنی؟ پول نداری ها؟ پولمو بده. دوست پلیس. یادم نبود پلیس ها سرگرم هاشم شدن. مگه اینکه برای عروسی و نامزدی مردم یه کاری کنی. تولای دیدم چجوری اشاره کردی یا مامان این چه حرفیه میزنی؟ بد کار میکنیم دنبال نون حلالیم. بد آخه. دخترم من کاری به کارتون ندارم. کار کنی زحمت بکشی خدا بهتون قوت بده، ولی دعا کن یه وقت بخیرش من نمونی. مامان ببین تو من اینجام باید عروسی کنی، همین که گفتم. برو دنبالش، یه وقت بهش بر نخوره. عشقم ناراحت که نشدی ها؟ نه اصلا. میدونم ناراحت شدی، ولی تا ما عروسی نکنیم مامانم ساکت نمیشه. خب هرچی باشه حقشه، منو توی لباس عروس میخواد ببینه، اما تا پیر نشده نوه هاشو میخواد ببینه. منم که دختر یکی دونشم در کن دیگه. یه زنگ به این آشپزی بزنم زودتر کارا رو راست و ریس بکنی. گیلاس جون تا وارد کوچه شاک شدی میگی من این بچه رو پیدا کردم، باشه؟ ولی آبجی اگه دروغ بگم حتما میفهمن. یهویی صورتم قرمز میشه، تته پته میکنم. به خدا 100% میفهمن. باشه عزیز دلم آروم باش. بهت گفته بودم دکترها دروغ میگن؟ نه. آره بعضی وقتا دکترها و پرستارا دروغ میگن. وقتایی که نمیتونن به مریض بگن که قراره بمیره، بهش میگن ما هر کاری از دستمون بر بیاد میکنیم. خب یعنی مثلا برای اینکه ناراحتشون نکنن میگن ما هر کاری بتونیم بکنیم میکنیم، فقط برای اینکه اونا و خانواده هاشون قصه نخورن. فهمیدی؟ آره.
امروز باید دکتر بازی کنیم. ولی خب تو همیشه به من میگی دروغ نگو. آره عزیزم، اما این برای اینه که بچه رو پس بدیم که خانواده‌اش قصه نخورن. این دروغ به حساب نمیاد مگه نه؟ میشه من به جای دکتر پرستار بشم؟ باشه قبوله. پرستار. امروز خانم پرستار باشه. قبوله. خوبه. آفرین. حاضری؟ پس برو ببینم چی کار میکنی. یکم دیگه همه چی درست میشه. هیچی نمیشه. فقط مامان و بابا تو میبینم و تو رو میدم دست اونا. هیچی نمیشه. بچه رو پیدا نکردین یعنی چی؟ طرف زنگ زده پول خواسته. حتما دخترم دستشه. آروم باش آقای محترم. ما هم داریم سعی میکنیم وظیفمون انجام بدیم. حتما این کارو کردن که ازتون پول بگیرن. اونی که بهتون زنگ زده رو گرفتیم. همسایتون هاشم یلماز بود. چی؟ هاشم؟ هاشم دخترمو دزدیده؟ پدرشو در میارم. آقای محترم آروم باشین. پلیس خودش رسیدگی میکنه. تو رو خود دخترمو پیدا کنین. ازتون خواهش میکنم. چشم میکنم. همه نیروها رو اعزام کردیم. دخترتون رو پیدا میکنیم. نگران نباشید. صدا خدایا شکره. کجا بودی دخترم؟ ما که مردیم. ما رو ترسوندی. گیلاس، این بچه پیش تو چی کار میکرد؟ تو کوچه پیداش کردم آقا جمیل. خدا ازت راضی باشه دخترم. خدا خیرت بده. گیلاس آی فکر کردم گم شدی. داشتم از ترس سکته میکردم. گیلاس صدا رو پیدا کرده آورده اینجا. همون که گم شده بود. آره آبجی. آفرین به تو. منو بگو فکر کردم تو گم شدی. نه بابا، دختر عاقل مثل گیلاس که گم نمیشه، مگه نه؟ آره. دختر کوچولو، نمیدونم چجوری باید ازت تشکر کنم. تو دختر منو پیدا کردی. کار خیلی بزرگی انجام دادی. میخوام یه جایزه بهت بدم. بین خودمون بمونه، باشه؟ اینا رو بگیر. خدایا. گیلاس دخترم، این پول چیه؟ سوء تفاهم نشه برادر. دخترتون بچه‌مو پیدا کرده. کاش بیشتر از این از دستم برمی اومد. جدی؟ یعنی نمیاد؟ چطور؟ میگن آپارتمان داری. آقا فکری داداش بیا. چیه؟ یعنی نداره؟ آقای محترم برین خونه. بعداً باهاتون صحبت میکنیم. بفرمایید خونه. لطف کردی. ممنونم. خدا رو شکر که پیدا شد. خدا رو شکر. دختر خوشگلم. الحق که دختر خودمی. آفرین. نصف پولو بده ببینم. بچو. پولو فراموش کن. چی؟ تو دخالت نکن. من با دخترم حرف میزنم. گفتم اون پولو فراموش کن. آفرین به تو گیلاس. هیچ میدونی چه کار بزرگی کردی؟ قهرمان کل محل شدی مگه نه؟ آره. حالا بیا بریم یه ساعت کارت دارم. بیا. کجا؟ شعبه کودکان. باید اظهاراتش ثبت بشه. همین که بچه رو پیدا کرده کافی نیست؟ نه فیلیز، بازم باید همه چیو توضیح بده. نزدیک اگه میخوای تو هم با ما بیا. خب آره منم میام. اینه رسم همسایگی؟ چی میشد 100 تا میذاشتی کف دست من؟ هرچی باشه بابای دخترم که دخترتو پیدا کرده. اگه من این دختر به دنیا نمی آوردم کسی نبود دخترتو پیدا کنه. یکم منطقتو به کار بنداز. همه این معلمی جورین. ما دختر بزرگ میکنیم به این سه میرسونیم که دختر جنابالیو نجات بده. اون وقت انگار نه انگار که من باباشم. وقتی صدا رو دیدم اول لباسش خیلی نظرمو جلب کرد. منم همیشه از این لباس دوست داشتم. همش خودش راه رفت. اصلا لازم نبود بغلش کنم. کوچیکه ولی خیلی دختر عاقلیه. تو راه به چند نفر گفتم گوشیتون رو بدین به من ولی هیچ کس اهمیت نداد. واقعا خیلی بد بود. بعضی وقتا آدما خیلی بد میشن. بیسکویت میخوری؟ بیسکویت داری؟ بله. آره میخورم. این لباسا رو به خواست خودتون میپوشین یا مجبورین که بپوشین ها؟ حتما مجبورین. مجبوریم. زیاد شلوغش نکن.
راست شیما خانم جون، ظاهراً یکی بچه رو دزدیده بوده. اینطور که پیداست به خانواده‌شون هم نزدیک بوده. میبینی؟ تو این دور زمونه حتی به همسایت هم نمیشه اعتماد کنی. آره حتی به نزدیکترین همسایه. شما خانم جون، شما فقط به من اعتماد کنید. من بی خطرترین آدم روزگارم. آقا فکر راستش خیلی ترسیدم، فکر کردم برای سرتون اومده. هاشم چی شد؟ هاشم؟ هیچی، حرف زدیم همه چی رو حل کردیم. از هم میترسه دیگه، این برای آفتابی نمیشه. خدایا ما چطوری جواب زحماتتون رو بدیم؟ خدا ازتون راضی باشه. خدا از شما هم راضی باشه شیما خانم جون. من فکر کردم مردین حلواتون رو درست کردم. بذارید براتون بیارم، خیلی خوشمزه است. بخورین پاته هم بخورین. بابا این دیوونه است، عجب آدمیه، حلوامو درست کرده. شیما خانم جون داریم میان یا به جای خونکم میاری؟ خیلی خسته شدم، گلوم خوش شده، ممنون. این کنترلم بده شیما خانم جون. آخ خدایا مردم اینقدر کار کردم. من دیگه میرم. کجا؟ میریم خالکوبی کنیم، چند ساعت دوستم منتظره، زشته باید حتما برم. میخوای خالکوبی کنی؟ چه طرحی؟ گربه سیاه. چه باحال. تو هم بیا، شاید تو هم یه طرحی زدی. نه اسمت اینجاست، نمیتونم بیام. خب بگو از خالکوبی میترسم دیگه. نه دخترم، خالکوبی که ترس نداره. خیلی خوب بابا، شوخی کردم دیگه، هم به من نگو دخترم. خدافظ. خدا آخر عاقبتمون رو به خیر کنه. زردک چیه؟ باشه بریم بازی کنیم. تو در این مورد چه فکری میکنی اسمت؟ خب یه چیزی بگو پسر. بشین قربون زردکم بشم من. مثل اینکه خیلی خسته شده. آره خب امروز فعالیتش خیلی زیاد بود. مانتی هم از دستت رفت. چی؟ مانتیو میگم از دستت رفت، خیلی خوشمزه شده بود. آها خیلی معذرت میخوام جمی، یه کاری برام پیش اومد نتونستم بیام، نتونستم خبر بدم. عیبی نداره، مهم نیست. چه کاری پیش اومد؟ ببخشید نمیخوام سوال جوابت کنم، همینجوری کنجکاو شدم. باید میرفتم یکی از دوستامو میدیدم. فهمیدم. فلیس هر وقت دلت خواست میتونی بیای خونمون. مامانم همیشه از دیدنت خوشحال میشه. مامانت از این که نیومدم و خبر ندادم ناراحت نشد؟ نه، هر وقت بیای خوشحال میشه. یعنی از خوشحالی پسرش خوشحال میشه. لطفاً از طرف من از مامانت عذرخواهی کن. باش. اوف چه روزی بود. تموم شد. اوف گیلاس جون این دفعه خواستی از خیابون چیزی بیاری سگ و گربه بیار باشه؟ نمیخواد یادش بدی. سگ و گربه هم نیار گیلاس جون، تو این خونه جایی برای کسی دیگه ای نداریم. میگم اگه امروز باریش نبود کلمون پس معرکه بودا. از همه چیز سر در میاره، میدونه چجوری با پلیس حرف بزنه، چجوری نقشه بکشه. عین شرلوک هولمز همه چی رو ردیف کرد. رحمت آب گرم کن نیست داداش. یعنی چی نیست؟ تو اون گیرودار از ماشین باریش در آوردیم گذاشتیم جلوی خونه. خب رفتم بیارم تو دیدم نیست، یکی برداشته برده. بیبریم بگردیم. ای بابا با آقا مصفم بدهکار شدیم. خیلی خوب بشین، تو هم بگیر بشین. کارش نمیشه کرد، یکی برداشته برده دیگه. مثل امروز آب گرم میکنیم بچه ها رو میشوریم. باشه خودت میدونی.
اسمت پاشو، وقت خواب عزیزم. بیا طولای بیا تو میخوای منو دیوونه کنی ها؟ چرا هنوز حاضر نشدی؟ حاضر برای چی؟ بهت که گفتم نامزدیه. نامزدی کدومه طولای؟ از صبح چه بلاهایی که سرمون نیومده، دارم از خستگی میمیرم. وقتی تعریف نمی کنی از کجا باید بدونم عزیزم؟ تو را تعریف میکنی بدون. نه نمیتونم بیام. تو رو خدا نذار من و مامانم با هم بریم اونجا، قسمت دادم فیلیس. طولای امروز واقعا نابودم، نمیتونم بیام. خیلی خوب باشه، پس از این به بعد اسمتو بذار پیش یکی دیگه. خیلی خوب صبر کن، الان حاضر میشم میام. زودم تهدید میکنه. خودت مجبورم کردی. خدا بگم چی کارت کنه طولای، سردرد گرفتم از صدا. وقتی بدون من میری جنگ مشکلات همین میشه دیگه فیلیس. میگی چی کار میکردم؟ گیلاس بچه دزدیده بود، داشتیم نقشه میکشیدیم برش گردونیم، وقت نشد. از وقتی باریش اومده دیگه هیچی به من نمیگی. خاله نریمان بیا بشین. بذار برقصه بابا خودشو خالی کنه وگرنه هیچی میده به من. اینقدر گفت عروسی کنین مغزمو خورد بابا ول کنین. خب عروسی کنین دیگه. مگه به این راحتی هستی؟ شما که همدیگه رو دوست دارین، خیلی وقت هم هست نامزد کردین. به نظرم دیگه وقتشه. مامانم تموم شد تو شروع کردی فیلیس. وای رقصم گرفته، میخوام برم. فیلیس پس اینا کی میرن خونشون؟ کجا برن نمیبینی؟ تازه شروع کردن. خودشون کم بودن بچه هاشون هم آوردن. عجب غلطی کردم ها، دیگه از این کارا نمیکنم. این چه وضعش؟ ببینم طوفان عروسی شما کیه؟ دست درد نکنه فیلیس، فقط تو رو کم داشتم. مگه من چی گفتم؟ الو چی کار میکنی؟ هیچی، کار خاصی نمی کنم. طولای منو آورده نامزدی، منتظرم تموم بشه. وای همون نامزدی تو قبل خونه. تو کجایی؟ خیلی خوشگل شدی. بازم شروع کردی؟ چی رو شروع کردم؟ این حرفا رو. چیه مگه دروغ گفتم؟ خیلی خوشگل شدی. بیا بریم تو. نه نمیتونم بیام، باید برم ماشین رو تحویل بدم. آها باشه. گفتم بیام این سر ببینم. خیلی خوب باشه، پس میبینمت. وایسا نرو، میخوام یه چیزی بپرسم ازت. چی شده؟ میخواستم بگم بد نیست گیلاس رو به یه روانشناس نشون بدیم. بچه دزدی کار نرمالی نیست فیلیس. نه بابا، فردا 12 سالش تموم میشه، دیگه بزرگ شده. خودم باهاش حرف میزنم. جدی؟ تولدشه؟ آره. کجا میخواین جشن بگیریم؟ تو خونه؟ منم دعوتم یا نه؟ ما جشن تولد نمیگیریم. 5 تا بچه دیگه تو خونه هست. اگه بخوایم برای همه تولد بگیریم بیچاره میشه. آره فهمیدم. خیلی خوب. باشه، حرف آخر رو میزنم و میرم. بفرمایید. خیلی خوشگل شده فیلیس. خیلی خوب برو. مامان الان حالت بد میشه ها، بگیر یه سری بهشون تو رو خدا. من الان میام. وای خیال کردی که من نمیدونم یکی در میون میره ناز اون طوفان بی مصرف به درد نخور میکشه. ببین
خسته شدم طولای، کاش قبول نمی‌کرد. عشقم ایب نداره، مشکلی نیست. خب خاله نریمان هم دیگه رو دوست دارن دیگه، ول دوست داشتن خشک خالی که به درد نمیخوره. منو ببین دخترم، تو هم کسی داری که باش حرف بزنی و ببینیش؟ آره. ببین دخترم، تا تن و داغ نونتو بچسبون ها، نذار بره. آها دختر خوب شد اومدم قهوه خونه محلتون. اون کیه؟ طوفان، صاحب قهوه خونه. منو ببین، دوست دختر داره؟ رابطهشون جدیه؟ چند سال با همم، ولی نه جشنی گرفتن نه چیزی. پس بهتره یه فکری براش بکن. هی شروعش با تو دختر. طوفان یه لحظه میان. بفرمایید خانومم. من یه سودا میخوام. سودا دیگه چی؟ منم یه آب میوه. یوسف بیا یه سودا و یه آب میوه بیار، کیکاشون هم بردار بیار. برو. چشم آقا. طوفان اگه اشکال نداره میخوام یه چیزی ازت بپرسم. خیلی ممنون احمدی، خدا بخیر. دوستم خیلی ازت خوشش اومده، میخواد باید آشنا بشه. چیزه میگن معلومه که مجردی، انگشترم که دستت نکردی. چیزه ببینین نه من مجرد نیستم، یعنی برو عقب ببینم. سودا میخواستم. واقعا که طوفان چیزه برای تو مزاسی. طولای بایستا. طولای پلیز. چی شده؟ چی شده؟ طولای. ندیدی چطوری با زن خوشو بهش میکرد؟ دست منو نگیر، ولم کن. چی شده آخه؟ چی شده؟ میخواستی قبل از اینکه با بقیه گرم بگیری فکرشو میکردی؟ گرم نگرفتم آخه، یه سوال پرسید برم جوابشو دادم. با چشمای خودم دیدم جلوی مامانم آبرومو بردی. واقعا واسه متاسفم. چشم من به جز تو کس دیگه ای رو نمیبینه، دیوونه بازی در نیا. دیگه دروغ نگو. طولای الان همه مهمونا میان بیرون، ساکت باش. زن دستتو گرفته بود، تو دستش داشت در گوشت پچ میکرد. همه چی تموم شد. طولای چی کار میکنی تو؟ وایسا گوش کن، میخوام یه چیزی بهت بگم. ببین دختر، من تو زندگیم فقط تو رو دوست دارم. من عاشق تو شدم، هیچ کس رو به جز تو ندارم. میفهمی؟ تو همه زندگی منی، همه دار و ندارمی. با هم ازدواج کن طولای. دوبله شده در استودیو هوپ سیتی. عشقم همونی که میخواستم شد.